با سلام دوباره از دفتر مرکزی رادیو آزادی در شهر پراگ، شالو گلخوجه هستم. چون همیشه در همین وقت و در همین ساعت در خدمت شما و طور شما میدونید حالا ما ساعتی 10 روز هر روز با وقت پراگ با شما دیگر بار ملاقات میکنیم و در دوشنبه همین حالا ساعت 1 است و من طور هم وعده دادم باز چند خبری تازه دارم در دست که میخواهم این خبرها رو با شما در میان بگذارم و بعد از 3 ساعت دیگر بازم شما رو بیننده بینهایت عزیزی ما در پخش مستقیم برنامه خبری منتظر می شوم و بعضی از این خبرها رو ما در شکل مفصل و در شکل گزارش برای شما پیشنهاد خواهیم کرد و امیدوارم که شما چون همیشه در برنامه خبری ما رو همراهی خواهید کرد. خوب، روسیه روان بودند اما در قزاقستان در ماندند. ده مهاجران توجیک که توسط اتوبوس میخواستند از خوجند به روسیه بروند در نیمرو و در دشت‌های قزاقستان ماندند. در میان این مسافران زنان و کودکان نیز هستند و آنها نمیدانند که چند روز دیگر در سردی و بدون آب و نان باید طاقت کنند. در این باره خود مهاجران به رادیو آزادی صحبت داشتند و نواری را هم فرستادند که شما نیز میتوانید بیننده عزیز این نوار را در برنامه خبری رادیو آزادی بعد از 3 ساعت دیگر ببینید. با تنی سوخته و علم در دل، جوانزنی که 5 روز پیش قصد خودکشی کرد و اما زنده ماند درباره جنجال‌های پیوندون شوهرش با او قصه کرد. این ساکن ولایت ختلون که هنوز در بیمارستان است با گفته نزدیکان شوهر تلاش کرد خودسوزی کند. 20% بدن این جوانزنی حامله سوخته است و او با همکاران ما درباره نگرانی‌هایش نقل نمود. در برنامه خبری گزارش رو در این باره میتوانید تماشا کنید و من تنها همین رو یادآور می شوم که سال 2017 در تاجیکستان حدود 500 حادثه قصد خودکشی و خودکشی زنان ثبت شده است. مقامات گفتند بخش عمده این زنان در پی خشونت خانوادگی قصد به جان خود کردند. دسترخوان آدمی سالم باید از کدام محصولات عبارت باشد؟ اکنون پاسخ به این سوال آسان‌تر است چون که حکومت تاجیکستان معیار توصیوی غذای اساسی را مقرر کرده است. در این حجت دقیقاً نوشته شده است که در یک روز باید یک تاجیک چه محصولات را و در چند گرم استعمال کند. اما آیا ساکنان تاجیکستان توان خریداری این غذاها را دارند یا نه؟ فرض کردیم ماهی را که ارزان ترینش 22 سومانی است و طبق معیار معین شده در یک روز استعمال 22 گرم آن ضرور است. یکی از گرم موضوعهای بحثی برنامه امروزه ماست که پیشنهاد دارم در برنامه خبری آن را همراه با ما بررسی و تماشا کنید. 7 ضرب کارد بعد همگی 2 ماه زندگی. در نویه مومن آباد زن 24 ساله را بازداشت کردند که به تلاش کشتار شوهرش متهم می شود. تفتیشات ابتدایی نشان داده است که حمله این زن بر پایه رشک نسبت شوهرش بوده است. هرچند پیوندان زن بازداشت شده میگویند تا هنوز امکان ملاقات با او را ندارند تا از خودش بپرسند که چرا به این عمل دست زده است. شوهر زن از شفاخانه جواب شده است خودی زن باشد در بازداشتگاه نگاه داشته می شود. دوستان نویه مومن آباد نسبت او با مدعی سوءقصد به کشتار انسان پرونده باز نموده است. و امروز همچنین کوشش میکنیم که در برنامه خبری وابسته به قرب اسعار خارجی در تاجیکستان یعنی دلار آمریکایی و روبل روسی گزارش داشته باشیم تا اینکه شما به سوالهای زیادتان مربوط به قرب پاسخ بگیرید و ببینید که حالا روبل روسی و دلار آمریکایی بر عوض چند سومانی خریده و فروخته می شود. این یکی از سوالهایی است که چند روز این جانب شما بیننده عزیز به ما ارسال می دارید و من هم تلاش میکنم هر روز به این سوال شما پاسخ بگویم و بالاخره ما تصمیم گرفتیم که یک گزارش کنیم که خود شما به واسطه همین گزارش رو تماشا کنید و طوری هم گفتم به این سوالاتون پاسخ بگیرید. خب من باوری دارم که بعد از 3 ساعت دیگر همه شما در برنامه خبری ما رو همراهی خواهید کرد چون که ما خبر گزارش های بیشتر از این رو داریم که خیلی جالب هستند و فکر میکنم به حیاتی هر یک ساکن تاجیکستان داخل دارد و طوری همکاران ما وعده دادند آنها تلاش خواهند کرد که در رابطه به وجود داشتن یا نداشتن لیمیت برق در مکانهای مختلف یا منطقه‌های مختلف تاجیکستان برای شما گزارش آماده کنند. هرچند طول چند روز اخیر ساکنان از منطقه‌های مختلف تاجیکستان به ما شکایت می‌فرستند و میگویند که طریق ریجه برق میگیرند. در همین حال خود برق تاجیک این خبرها را رد
мекунад ва мегӯяд ҳеҷ лимите ҷорӣ нашудааст, танҳо онҳо ба зимистон омодагӣ мегиранд ва бояд масалан баъзе аз иншоотро онҳо навсозӣ кунанд то ин ки дар зимистони сард барои мардум мушкил пеш наояд ва мо тасмим дорем ки дар ин бора ҳам барои шумо маълумоти бештар бидиҳем. ва агар бозам ягон хабари муҳими дигарам пайдо шуд ва мо онро масалан ҷавобашро бигирем, мо дар барномаи хабарӣ ҳатман пешниҳоди шумо хоҳем кард ва агар шумо низ мехоҳед ягон мавзӯъро бо мо дар миён бигзоред, истиҳола накунед, ба радиои Озодӣ муроҷиат кунед ва шумо метавонед ба сомонаи мо www.ozodi.org биравед. Унҷо рақами имо, WhatsApp ва дигар шабакаҳои иҷтимоии радиои Озодӣ навишта шудааст. Ҳамаш як рақам дорад ва шумо тавассути ин рақам метавонед бо радиои Озодӣ тамос бигиред. Ман ҳамаи шуморо баъд аз 30 соат дигар бозам дар пахши мустақим ва бо хабару гузоришҳои тоза мунтазир мешавам.